سلام. امروز با یه ویدیو جدید اومدم. یه ابزار کاربردی و باحال. پس قبل از اینکه بخوای دیواری رو با دریل سوراخ کنی، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. امیدوارم که به دردت بخوره. این ابزار همونطور که تو تصویر میبینی برای شرکت بوشه. از سری محصولات حرفه‌ای یا پروفشنال این شرکته. مدل GMS 120. یه توضیح مختصر بدم. قبل از اینکه جعبه محصول رو باز کنم، وظیفه این ابزار اینه که قبل از هر سوراخ‌کاری دیوار یا هر سطح دیگه ای رو اسکن کنی و مطمئن بشی جای مورد نظر پشتش کابل برق، لوله آب یا چوب نباشه. اول بریم چند تا از ویژگی‌های مهمش رو براتون بگم. همونطوری که این پشتم میبینی توضیح داده برای فلزات آهن یا مگنتیک متال تا عمق 120 میلیمتری تشخیص میده که به نظرم خیلی خوبه. برای فلزات غیر آهن مثل لوله های مسی یا دیگر فلزات تا عمق 80 میلیمتر. سیم و کابل های برق هم تا عمق 50 میلیمتر و برای چوب هم تا عمق 38 میلیمتر. یه نکته رو بگم قبل از اینکه جعبه رو باز کنم، این محصول رو من از آمازون گرفتم به عنوان هدیه. یه وسیله مثل ماژیک برای علامت گذاری سوراخ کردن گذاشتن، پس ممکنه که تو همه بسته‌بندی ها این مارکر نباشه. من لینک محصول توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو قرار دادم. اگه خواستی محصول تهیه کنید میتونید از این لینک استفاده کنید. بریم با هم جعبه رو باز کنیم ببینیم داخلش چی داره. این همون مارکر است که گفتم به عنوان هدیه گذاشتم. خب از داخل خب روی این ابزار 6 تا دکمه داره که از این ستای بالایی سمت راستی برای حالتیه که میخوای کابل برق رو تشخیص بده. وسطی برای تشخیص فلزات، سمت چپی هم برای چوب کاربرد داره. این دکمه قرمز هم برای روشن خاموش کردنه. دکمه بعدی هم که روش علامت چراغ داره برای نور پس زمینه صفحه نمایششه که وقتی تاریک باشه میتونی روشنش کنی تا راحت تر دیده بشه. این دکمه هم که روش علامت اسپیکر داره برای فعال و غیر فعال کردن صدای دستگاه. دیگه نکته بعدی این پشت هم
اگه ببینید اینجا یه سنسور داره برای اینکه تشخیص بده روی سطح قرار گرفته یا نه خود دستگاه. یه باتری هم بود که من داخل دستگاه قرارش دادم. بعد اینکه یه دونم از این بندا داره برای آویزون کردن دستگاه و به همراه کیف خود دستگاه. کیفیت بدی هم نداره. کیفیت ساختش بدنش خوبه، محکمه و تو دستم راحت قرار میگیره. بخواید روی سطح مورد نظر بچرخونید دستگاه ساخت مالزیه. من خیلی از محصولات سری پروفشنال بوش رو دیدم، همشون ساخت مالزی بودن و کیفیت ساختشون واقعا خوب بوده. حالا روشنش کنم. اینجا نمایشگر باتری رو داره و چراغ سبزم که این پشت این بالا روشن شد یعنی همه چیز اوکی. الان رو حالت چوبه، حالت فلزه و رو حالت کابل برق. اینم دکمه چراغشه که گفتم صفحه نمایش رو پرنورتر میکنه و اسپیکرش هم که الان حالت میوت قرار گرفته و دیگه اگه تشخیص بده صدای تولید نمیکنه، فقط این چراغ دورش تغییر میکنه به رنگ قرمز. خب بریم با هم روی دیوار تستش کنیم ببینیم چطوری کار میکنه. خب دستگاه رو روشن کنیم، بریم ببینیم عملکردش رو دیوار چجوریه. بذارید چراغش هم روشن کنم که بهتر معلوم بشه. خب الان سبز یعنی همه چی اوکیه. برای مثال از این بالا شروع میکنم. اینجا میبینید همینطور آهن تشخیص داده، آهنای چارچوب دره و همینطور کابل برقم از این بغل اومده بود، یه جا دیدم. اینجا کابل برق بودش، اینجا کابل برق و آهن با هم دیگه کنار همه. اینجا فلز رد شده از این بغل یا پشت دیوار، کلا این قسمت شاید هم میلگرد باشه و همینطور بغل برق که بردم علامت قرمز روشن میشه. اینجا کلا کابل برق و فلزه. ولی اگه ناحیه ببرم هیچ چیزی وجود نداره. اینجا یه لحظه چشمکی زد، نمیدونم چی بودش، ولی من حالا از قصد میدم روی این کابل اسپیکرها روشن میشه. اینم از تستش و این حتی این ناحیه هم که روشن میشه عمق اون چیز رو نشون میده که کجاست دقیقاً، یعنی شدتش رو بهتون نشون میده. اینجا کلا خیلی منطقه خطرناکیه. خب اینم از معرفی این ابزار. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.